سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 21 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از درس آغاز کردن لطفاً به نوار لایک کنید و کانال آبونه شوید و این نوار رو با دوستانتان روان کنید. بگذاریم به صفحه بعدی. درس امروزه رو می‌خواهیم با quote of the day یعنی سخن روز آغاز کنیم و سخن روز امروزمون چنین است: Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. by Mahatma Gandhi. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: طور زندگی کن که گویا فردا میمیری و طور آموز که گویا تا ابد زنده خواهی ماند. سخن مهاتما گاندی. بگذاریم به صفحه دیگر. درس 21. در درس 21 ما دو موضوع رو میگذاریم. موضوع یکم irregular singular verbs یعنی فعل های نادرست شکل تنها has, does, goes و موضوع دوم باشد spelling and pronunciation of final s, es املا و طرز تلفظ حرف های آخری s و es. در پایان یک تا مثال آورده ایم. نوروز always does his homework. اساس فعل do می باشد و در اینجا از سبب که در زمان present simple tense جمله ساختیم و شکل سیومی تنها است، فعل ما از do به does عوض می شود. نوروز always does his homework. ترجمهش می شود نوروز همیشه وظیفه خانگیش رو اجرا می کند. بگذاریم به صفحه دیگر. Chapter 3. چخیلی که میدونید ما در باب سیوم موضوع simple present tense یعنی زمان حاضره عادی رو میگذاریم و موضوع های امروزمون چخیلی که گفتیم irregular singular verbs has, does, goes و spelling and pronunciation of final s, es میباشند. بگذاریم به صفحه دیگر. خیلی که گفتم موضوع اولی ما irregular singular verbs می باشد یعنی فعل های نادرست شکل تنها. این فعل ها has, does, goes می باشد و از باب های گذشته کتاب شما بدونید که فعل has نمود دیگری فعل have می باشد که برای شکل سیوم برای he, she, it استفاده می شود و مثال های اول رو می خونیم. I have a book. من کتاب دارم. وقتی درباره شخص سیوم گپ زنیم میگوییم he has a book. او کتاب دارد. ترجمه هر دویش داشتن می شود و تنها اگر درباره he, she, it یعنی درباره زن، درباره مرد و درباره اشیا یا حیوان گپ زنیم فعل have با has عوض می شود. مثال های دوم I do my work. من کارم رو اجرا میکنم و وقتی که درباره she, he, it گپ زنیم فعل do با does عوض می شود. She does her work. وی زن کارش رو اجرا میکند. مثال های سیوم they go to school. آنها به مکتب میروند. وقتی درباره she, he, it گپ زنیم فعل go عوض می شود با goes. She goes to school. She goes to school. وی زن به مکتب می رود. در اینجا طرز تلفظشون آورده شده است. has نبو has میگویم. دومش رو does میگویم. فعل سوم رو goes میگویم. Have, do and go have irregular forms for third person singular. فعل های have, do و go شکلی نادرست دارند برای شکل سومی تنها یعنی فعل have با has تبدیل می شود، فعل do با does تبدیل می شود و فعل go باشد با goes تبدیل می شود. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 17 مشق 17. برای موضوع اول رو خوبتر فهمیدن مشق 17 رو اجرا میکنیم و در اول جمله ها فعل ها داده شده است. ما subject یعنی مبتدای جمله رو دیده، اسم و یا جانشین جمله رو دیده فعل رو در شکل درست میمونیم. مثال یکم رو خودی کتاب اجرا کرده است.
Pierre always does his homework. درباره شخصی سومی شکل تنها درباره he گپ رفته ایستاده است. از همین سبب فعل دو با does عوض می شود. پیر همیشه وظیفه های خانگیش رو اجرا می کند. مثال دوم We always do our homework. We آمده است از همین سبب دو می شود. ما همیشه وظیفه های خانگیمون رو اجرا می کنیم. مثال سوم Yoko and Hamid have their books. یوکو و حمید دو نفر هستند، در شکل جمع هستند، از این رو فعل have میگیرد. یوکو و حمید کتابهاشون رو دارند. مثال چهارم Mrs. Chang has a car. درباره شخص سوم گپ رفته ایستاده است. شخص سوم شماره تنها از همین سبب has میگیرد. خانم چنگ ماشین دارد. مثال دیگر Andy goes to school every day. درباره اندی درباره یک نفر گپ رفته ایستاده است، از همین سبب goes میگیرد. اندی هر روز به مکتب می رود. Jessica has a snack every night around 10. درباره جسیکا درباره شی گپ رفته ایستاده است، از همین سبب have با has عوض می شود. مثال هفتم Sarah seldom does her homework. درباره سارا درباره شی گپ رفته ایستاده است، از همین سبب does می شود. We do exercises in class every day. درباره ما گپ رفته ایستاده است، از همین سبب do می شود. ما در صنف هر روز مشق میکنیم. مثال نهم Roberto goes downtown every weekend. روبرتو یک نفر است، از همین سبب goes میگیرد. در دومی جمله he and his wife go shopping. وی و همسرش به خرید میروند. درباره he و his wife وی و همسرش درباره دو نفر گپ رفته ایستاده است، از همین سبب go میگیرد. مثال دیگر My friends often go to the beach. رفیقهایم زود به ساحل میروند. یک چند نفر هستند، از همین سبب go میگیرد. بگذاریم به صفحه دیگر. خب آمدیم به موضوع دومی درس امروزمون. موضوع دوممون را چه که گفتیم spelling and pronunciation of final SES. املا و تلفظ S و ES که در آخر فعل ها می آیند. در ستون یکم spelling یعنی طرز املا و نوشت فعل ها داده شده است. در ستون دوم باشد pronunciation طرز تلفظ فعل ها داده شده است. چرا که میبینید در بعضی فعل ها آخرش آوازی زیرو میدهد، در بعضی فعل ها باشد آوازی سی را میدهد. در اینجا ما با شما میفهمونیم که کدام وقت آوازی زیرو میدهد، کدام وقت آوازی سی را میدهد. مثال های ای را میخونیم rub rubs, ride rides, smile smiles, dream dreams, run runs, wear wears, drive drives, see sees, snow snows. چقدر که دیدید در مثال های ای فعل های ما آخری فعل های ما آوازی زیرو داد. مثال های بی را میخونیم drink drinks, sleep sleeps, write writes, laugh laughs. چقدر که دیدید در مثال های بی آوازی سی را داد. To form a simple present verb in third person singular, you usually add only s as in A and B. برای فعل های زمان حاضره شکل سوم شماره تنها ما عادتا تنها s علاوه میکنیم. عادتا s علاوه میکنیم. چه که در مثال های A و B دیدید و فعل تنها s علاوه کردیم و پایان را میخونیم. In A, s is pronounced z. The final sounds in A are voiced. در مثال های H خیلی که میبینید آوازی زیرو میدهد. آخری فعل آوازی زیرو میدهد چون که فعل ها با حرف های voiced یعنی با حرف های جرنگدار تمام شدند. حرف های جرنگدار رو در پایان آورده شده است. در زبان تاجیکی هم میگیم حرف های جرنگدار و حرف های بیجرنگ. روی خط حرف ها در پایان داده شده است. اگر فعل ها با حرف های
B, D, G, L, M, N, R, V, Y و صدانوک‌های A, E, I, O, U تمام شود فعل ما آوازی زی را می‌دهد. In B, S pronounced S. The final sound in B are voiceless. در مثال های B چه که می‌بینید فعل های ما آخری فعل های ما آواز سی را می‌دهد چون که با حرف های بیجرنگ با حرف های voiceless تمام شدند. حرف های voiceless باشد F, H, K, P, S, T می باشند. بگذاریم با مثال های C. push, pushes, teach, teaches, kiss, kiss, fix, fix. از درس های گذشته ما می‌دانیم که اگر فعل های ما end of verb با sh, ch, double s یعنی دو تا s, x باشد فعل ما es میگیرد و تلفظش همچون ز می شود. pushes, teaches, kiss, fix. بگذاریم به مثال های D. cry می شود cries, study می شود studies. و این را هم از درس های گذشته می‌دانیم که کدام وقت حرفی y می افتاد و با جایش ies میگیرد. اگر فعل ما با کانسونانت همصدا و حرفی y تمام شود در آن وقت حرفی y می افتاد با جایش ies می آید. چطوری که می‌بینید با r یعنی همصدا و y تمام شد حرفی y می افتاد با جایش ies می آید. در مثال e pay می شود pays, buy می شود buys. در اینجا باشد فعل ما با واول یعنی صدانوک و حرف y تمام شد از این رو تنها s اضافه می شود و تلفظش pays buys می شود. مثال های F. در مثال های F این درس موضوع اولیه ما بود. اینها رو irregular verb میگویند. have می شود has, go می شود goes, do می شود does. The third person singular forms of have, go and do are irregular. چقدر که گفتم شماره سیومی فعل های have, go, do این فعل های نادرست می باشند. از این رو در شکل سیوم has, goes, does می شود. بگذاریم با دوام درس. Exercise 19. برای موضوع دوم را خوبتر فهمیدن مشق 19 رو با شما وظیفه می‌دهیم. در فعل هایی که در این روی خط می‌بینید با هر کدامش دو تاگی جمله سازید. یک تا جمله با دلخواه subject با دلخواه جانشین و اسم و یک تا مثال باشد با شکل سیومی شماره تنها. در پایان مثال آورده ایم. مثلا فعل go رفتن I go to school every day. من به مکتب هر روز میروم. جانشینی I آمده است از این رو go در شکل عادیش میآید. در مثال دوم he goes to school every day. وی به مکتب هر روز میرود. he آمده است از این رو فعل go با goes عوض می شود. مثال دوم I watch movie every Sunday. من هر روز یک شنبه فیلم تماشا میکنم. و وقتی که she آید she watches movie every Sunday. وی زن هر روز یک شنبه فیلم تماشا میکند. فعل watch و watch عوض شد. معنای هر دو یک است. watch و watch تماشا اینش می شود تماشا کردم اینش می شود وی زن تماشا کرد. go می شود رفتم I go می شود رفتم he goes می شود وی رفت. بگذاریم با صفحه دیگر. Exercise 20 مشق 20 برای موضوعهای امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 20 را اجرا میکنیم و چقدر که از مثال یکم میبینید در اول جمله verb and adverb یعنی فعل و ظرف داده شده است و ما آنها را باید در شکل درست در جمله مونده جمله را پر کنیم و چقدر که از درس های قبلی میدونید frequently adverb یعنی ظرف ها پیش از فعل ها میآید. مثال یکم را میخونیم The students often ask questions in class. طلبه ها عادتاً در صنف سوال میپرسند. students در شکل جمع آمده است از این رو ask در شکل عادیش میآید. مثال دوم پابلو یک نفر است. usually studies at the library every evening. Pablo usually studies. Pablo he است از این رو studies می شود. مثال سوم Olga bites
her fingernails when she is nervous. Olga shias as in ru bites meshavad. Misoli chorum. Donna cashes a check at the bank once a week. Donna شکلی سوم شماره تنها است از این رو cash میشود. مثالی دیگر sometimes I worry about my grades at school. Sonia never worries about her grades. She studies hard. بعضا من درباره بهاهایم خواطر میشوم. I آمده است از این رو worry میآید و سونیا باشد هرگز خواطر نمیشود درباره بهاهایش و she سونیا آمده است worries میشود and she آمده است studies میشود. مثال ششم Miss Jones and Mr. Anderson teach at the local high school. دو نفر هست در شکل جمع است از این رو teach می آید. Mrs. Johnson teaches math. مثال دیگر birds fly. They have wings. پرنده ها پرواز می کنند. آنها قنات دارند. در مثال هشتم باشد a bird flies. A bird یک تا است it هست از این رو flies می شود. It has wings. وی قنات ها دارد. مثال نهم Jason always does his homework. He never goes to bed until his homework is finished. Jason یک نفر است از این رو فعل دو بعد از عوض می شود و he است از این رو فعل go و goes عوض می شود. Jason همیشه وظیفه خانگیش رو اجرا می کند و هرگز وظیفه خانگیش رو تمام نکرده به خواب نمی رود. مثال دهم Mr. Cook always says hello to his neighbor in the morning. جناب کوک همیشه با همسایه‌اش صبح بخیر و یا سلام میگوید. در اینجا ستارچه داده شده است. چه که میبینید کلمه says S-A-Y-S همچون says تلفظ میشد. says نه says. Mr. Cook always says hello to his neighbor in the morning. جناب کوک سحرها با همسایه‌اش همیشه سلام میگوید. مثال دیگر Miss Chu always pays attention in class. در مثال دیگر باشد فعل pay وقتی که اسم میگیرد میشود pays. Mrs. Chu always pays attention in class. She answers questions. She listens to the teacher. She asks questions. در مثال دیگر Sam enjoys cooking. He often tries new recipe. He likes to have company for dinner. He invites me to dinner once a month. When I arrive, I go to the kitchen and I watch him cook. He usually has 3 or 4 pots on the stove. He washes the pots carefully. He makes a big mess in the kitchen when he cooks. After dinner, he washes all the dishes and cleans the kitchen. I never cook. It is too much trouble, but my friend Sam loves to cook. چقدر که در مثال 12 میبینید Sam یعنی مرد he است از این رو enjoys شد و he است از این رو tries شد like likes شد invite invites شد
و در اینجا I آمده است go شد. فعل تغییر نمی‌یابد. فعل watch هم باشد تغییر نمی‌یابد چون که درباره من گپ رفته شده است و در دوامش درباره هی گپ رفته شده است. have به has تبدیل می‌یابد. watch به watch تبدیل می‌یابد. make به makes تبدیل می‌یابد. wash به wash تبدیل می‌یابد. clean به cleans تبدیل می‌یابد و باز درباره I درباره من گپ رفته شده است. از این رو cook تبدیل نمی‌یابد. cook در شکل خودش میماند و فعل to be رو میدونید که am is are میباشد و برای it ما is استفاده میبریم. درباره same گپ رفته شده است. love و loves تبدیل می‌یابد. Exercise 21 مشق 21. در اینجا 3 نفر آورده شده است. بیلی، جنی و پیتر. شما مشغولیت هایی که در تبلیغ آورده شده است آنها رو شما دیده جمله باید سازید. ما درباره پیتر جمله میسازیم. مثلا پیتر do homework every day. وظیفه خانگی اجرا میکند هر روز. باید جمله میسازیم. پیتر always does his homework. پیتر هی است. از این رو فعل دو با does عوض می شود. پیتر همیشه وظیفه خانگیش رو اجرا میکند. مثال دوم once a month surf the internet. He barely surfs on the internet. وی گاه در اینترنت چرخ میزند. فعل surf با surfs عوض شد. تلفظ هم آواز اس را میدهد چون که با حرفی voiceless بیجرنگ تمام شده است. مثال دیگر 3-4 days a week watch TV. He sometimes watches TV. وی بعضا تلویزیون تماشا میکند. فعل watch با watch تبدیل یافت. 5 days a week read for pleasure. Peter usually reads for pleasure. پیتر عادتاً برای راحتی کتاب میخواند و یا میخواند. 6 nights a week 6 شب در یک هفته. Try to go to bed early. برای بر وقت خواب کردن کوشش میکند و جمله من میشود He always tries to go to bed early. وی همیشه کوشش میکند که به خواب بر وقت رود. و با جای always شما میتوانید usually مانید. He usually tries to go to bed early. وی عادتا کوشش میکند که به خواب بر وقت رود. میگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. have has هر دویش یک معنا دارد. میشود داشتن. do does اجرا کردن. goes رفتن. فعل های has does و goes تنها در شکل سومی شماره تنها یعنی درباره he she it اگر گپ زنیم has does و goes رو استفاده میبریم. smile تبسم کردن. dream خواب دیدن و یا آرزو کردن. drive راندن ماشین. ride راندن اسب دوچرخه و یا موتورسیکل. laugh خندیدن. sell فروختن. sleep خواب کردن. see دیدن. write نوشتن. carry بار کشیدن. put on پوشیدن لباس. take off کشیدن لباس. ask پرسیدن. answer جواب دادن. bite گزیدن. say گفتن. teach آموزاندن درس دادن. invite دعوت کردن. clean تازه کردن. cook پختن. read خواندن. کلمه clean معنای تازه هم میدهد. از سببی که ما در اینجا درباره فعل ها گپ زده شدیم معنای تازه کردن را میدهد در اینجا. میگذاریم به صفحه دیگر. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما می‌دهیم. یکم مشق‌های کتاب رو به دفترتون نویسید. مشق‌های 17 19 20 21 با 23 کتاب رو به دفترتون نویسید.
دوم، با فعل‌های کلمه‌های نوع امروزه یکتاگی جمله نویسید. فعل‌هایی که در صفحه قبلی با شما آموزاندیم با هر کدام آنها یکتاگی جمله نویسید. سوم، کلمه‌های نو را ازیاد کنید و به تلفظ فعل‌ها دقت دهید. این موضوع آخرانی هست که ما درباره تلفظ کار میکنیم و کلمه‌ها را ازیاد کنید و به تلفظشون خوب دقت کنید. بگذاریم به صفحه دیگر. در اینجا درس امروزه ما به پایان رسید. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهایتان را در شرح‌ها نویسید، این نوار را با دوستانتان و نزدیکانتان روان کنید، زنگوله را زیر کنید برای از درس‌های نو خبردار شدن و از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و منتظر درس‌های نو باشید.